وقتی شما 28 مرداد توقیع بنده را تو روزنامه چاپ کردید، چرا سوم شهریور که امروزه حتی با مرخصی من موافقت نمی کنید؟ بابا به من گفتید ازدواج کنم، بنده گفتم باید از اومدم ایران توی شرایط درستی قرار بگیرم. به دروغ به من گفتن ازدواج توبه رو کامل میکنم. یعنی هر کسی که زن نداشت مسلمون نیست؟ یعنی چی؟ شاید اصلا کسی نخواد ازدواج کنه، شاید 1001 دلیل اصلا شرایط ازدواج نداشته باشه، مسلمون نیست، توبهش قبول نیست. خب با طبق همین ازدواج کردیم. چرا بنده امروز شامل مرخصی نشدم؟ بنده امروز باید حداقل با مرخصی می اومدم بیرون، چون اشد مجازاتش شکسته شده و بیش از 1 سال حبس کشیدم. با حبس انفرادی 2 سال حبسمو کشیدم 1/5 و شامل مرخصی لااقل میشم. 10 تا وثیقه بردیم مرخصی ما ندادن. باز مادر من 10 جا رفته امروز از پا افتاده، وکلای من، دوستای من هر کدوم سند دارستن دادگاهی. یعنی چی؟ اسلام انسانیت کجاست؟